بسم الله الرحمن الرحیم. در این برنامه خواستم که در رابطه با جلوگیری جوانان از مرتکب شدن به گناه و الحاد بعضی از نظرات خود را داشته باشم و این مناسب چند نکته را در خدمت شما به عرض می‌رسانم. نکته اولی است که جوانان ما باعث می شود که این مرتکب گناه و معصیت و الحاد نشود. این است که باید جوانان ما قبل از جوانی در حین طفولیت باید در خانواده خود در آغوش پدر و مادر خود تربیت سالم شود، تربیت خوب شود، تربیت صحیح شود و پدر و مادر این را بداند که در جامعه فرد را تقدیم خواهد کرد، یا اینکه مضر برای جامعه هستند یا اینکه برای جامعه مفید هستند. پس بنابراین پدر و مادر یگانه مکتب و مدرسه است که اولاد خود را در اونجا تربیت می شود و سپس به دیگر مدارس و مکاتب این درس و تعلیم خود را حاصل می کند. ولیکن تربیتگاه اولش آغوش پدر و مادر است. پس بنابراین خیلی رول مهم را دارد که اگر در زمان کودکی و طفولیت باید چی باشد؟ زمینه گناه هیچ وقت مساعد نشود، بلکه همیشه تشویق به اوامر الهی و همیشه راههای خیر و خیری را باید برای اطفال نشان داده شود تا اینکه جوان شد و کلان شد باید آنها مرتکب گناه نشود. نکته دومی است که آشنا کردن جوانان در اوامر الهی و نواهی می باشد. پس در هر ماحول، در هر منطقه‌ای که در هر محیطی که در هر کاروباری که جوانان زندگی می کنند باید برنامه ها باید داشته باشیم. خصوصا اگر ما یک آمر باشیم باید در زیر مامورای ما که ها هستند باید برای آنها در تربیتشان باید ما برنامه ها داشته باشیم. چرا؟ در روز قیامت از کسانی که مسئول هستند از زیر دستانشان سوال خواهد شد. اگر مرتکب گناه شدن آنها هم مسئول خواهد شد، باید جلوگیری شود. پس بنابراین جوانان را ما آشنا بسازیم تا اینکه به اوامر و نواهی الهی همیشه و نوعی دوشی است که جوانان را باید ما تشویق بکنیم به عمل کردن به سنت های پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و اختیار کردن رفتار و روش پیامبر خدا برای جوانان را باید به این مناسبت جوانان را تشویق کنیم. اگر جوانان ما خودشون را به رفتار و نمونه پیامبر خدا اگر آماده کردن و زندگیشون را مطابق زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم آماده ساختن، عیار ساختن، در اون زمان میتوانیم جوانان ما یعنی از مرتکب شدن به گناه و مرتکب شدن به الحاد انشاءالله دور خواهد شد. پس بنابراین جوانان کسانی هستند که در ابتدای اسلام در همه از بخش‌های اسلام بسیار فعالیت‌های مهم را داشتند. چرا؟ اگر جوانان که از قوت نیروی محکم را دارد و امروزه هم دشمن مستقیم برنامه‌های شوم و پلان‌های پوچشان را هم مستقیما اشاره به سوی جوانان دارد و می‌خواهد جوانان مسلمان را از راه گمراه بکند و آنها را زمینه گناه را هر دقیقه و هر ثانیه برایشان مهیا می‌کند تا اینکه جوانان مسلمان مرتکب گناه و معصیت شود و آینده مسلمان ها و آینده اسلام را آنها به تصویر کشیده است که باید اسلام یعنی ضعیف شود و ما بتوانیم که در جهان در سر مسلمان ها حکمرانی داشته باشیم. اگر ما جوانان هوشیار داشته باشیم، جوانانی که از الحاد از گناه با خبر باشند و زندگیشان را مطابق سنت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و زندگی پیامبرانه داشته باشند، هیچ وقت این پلان‌های شوم کفار در سر جوانان یعنی انجام نخواهد شد. پس در این نکته خیلی متوجه باشید. و نکته دیگری که به خدمتشون به عرض برسانم این است که جوانان ما باید آشنا بکنیم به زندگانی پیامبران که پیامبران گذشته یا پیامبر محبوب ما صلی الله علیه و سلم در دنیا چگونه زندگی نمودند. آنها در برابر مشکلات و مشقت‌ها چگونه صبر و تحمل داشتند. آنها در برابر گناه و معصیت چگونه یعنی جلو خود را می‌گرفتند. قصه حضرت یوسف علیه السلام بسیار مشهور است که همه ما شما شنیدید
که اطلاع داریم که زمانی که حضرت یوسف علیه السلام دلشان پاک و صفا بودن که چند دروازه را زلیخا برویش بسته کرد تا اینکه مرتکب گناه بسازد، ولی که دلش پاک به خاطر الله صاف بود و به دل پاک رفت به سوی دروازه های بسته. خداوند رحمتش را به سویش باز نمود و زمینه فرار از گناه را برایش آسان کرد. و اینچنین اگر امروز برای جوانان از هر طرف یعنی وسایل گناه آماده باشد و اینچنین راه فرار از گناه هم خداوند آسان میکند. زمانی که جوانان ما هوشیار باشد و خود عهد بندند که مرتکب گناه نشود. بنابراین باید جوانان ما همیشه از زندگانی و زندگی نامه پیامبران معلومات داشته باشد. آنها را باید همیشه مطالعه بکنند و زندگی آنها را سرمشق زندگیشون قرار بدهد. در اون زمان میتواند که جوانان مرتکب گناه نشود، مرتکب الحاد نشود. و نکته دیگری است که جوانان را باید ارتباطشان را به همراه مساجد، مدارس، به همراه علما، به همراه دعوتگاهان بزرگان و بزرگان دینی باید محکم بسازیم. زمانی که جوانان ما مستقیم یعنی ارتباطشان به همراه الله باشد، نمازهایشان را 5 وقت نماز را در جماعت در مساجد ادا بکند، درس و تعلیمشان را در مدارس بخواند و ارتباطشون به همراه صالحین و صالحا باشد، به همراه دعوتگاهان باشد، به همراه انسان‌های نیک باشد، به همراه علما باشد و به همراه انسان‌های صالح باشد. پس جامعه ما یک جامعه بسیار یعنی خالی از گناه، جامعه آرام، صلح و صفا در مابین جامعه ما قرار می‌گیرد. اگر جوانان را دیدیم که ما در یک کار خیر مشغول هستند، باید آنها را باید تشویق کرده شود. می‌بینیم جوانان را که دست ضعیفان را گرفته است، باید آنها تشویق کرده شود تا اینکه به این کارشان زیادتر انجام بدهند، تا اینکه مرتکب عملهای نیک شود و فرمولهای زندگیشان را به خیر رساندن به دیگران و انجام دادن اوامر الهی آماده بود. پس بنابراین جوانان را ارتباطشان را باید به همراه مساجد، مدارس، مکاتب و جاهای تعلیمی که ما در اصلاح من شما تعلق دارد و دین را از اون یاد میگیریم، زندگی را یاد میگیریم، باید آن محکم شود. و نکته دیگر که مهمه که در خدمت شما به عرض برسانم، امروز دامنگیر جامعه من شما گردیده و دامنگیر جوانان شده این است که باید زمینه آسانسازی ازدواج شرایط برای جوانان باشد و شرایط ازدواج برای جوانان آسان شود و مخارج هنگفتی که در عروسی ها می شود باید آنها برداشته شود. چرا طبقه جوانان غیور ما، طبقه جوانان مستعد با استعداد ما در کشورهای خارج رفته خدمت و غلامی کسای دیگر را بکنند، بیگانگان را بکنند، حتی به خاطر فراهم نمودن زمینه ازدواج بسیار پیسه هنگفت در اینجا در کار است. می روند از دینشان برمیگردن به دین عیسویت داخل می شود، در کشورهای اروپایی رفتن و مکمل اصلیت خود را فراموش می کنند. و جوانان داریم در مدارس نمونه نداشتن در درس و تعلیم، جوانان داریم در مکاتب، در پوهنتون ها و در همه بخش ها نظیر و نمونه نداشتن. هر کدامشون در بخش خود بسیار مهارت های کامل داشته. امروز جامعه ما احتیاج دارد، ولی امروز در خدمت دیگر کشورها حتی جانهایشان را در خطر انداخته از راه های قاچاق به کشورهای دیگر وارد میشه. پس جوانان را میبینیم که با کفنهای پرخون در خانه هایشان میآیند. باید کوشش شود که زمینه ازدواج آسان شود برای جوانان و این باعث می شود که جوانان مرتکب گناه نمی شود. ولی جوانان ما سرمایه های ما هستند، جوانان ما آینده های ما هستند،
جوانان ما آینده سازان این جامعه هستند. آینده خود را ما با دستان خود ورق میزنیم. باید جوانان را متوجه باشیم که چنان تربیه بکنیم که آینده ما وابسته به تربیه جوانان هست و این نکته خیلی متوجه باشیم.